موشک اورشنیک مرحله جدیدی را در جنگ جاری اوکراین نشان می‌دهد. این سیستم تسلیحاتی پیشرفته که قادر به حمل چندین کلاهک است، نگرانی تحلیلگران غربی را برانگیخته است. استقرار اخیر آن در یک حمله شبیه سازی شده به خاک اوکراین، تنش‌ها را بیش از پیش افزایش داده است. این شبیه سازی، اگرچه منجر به تخریب گسترده نشده، اما به دلیل قابلیت‌های ذاتی موشک و زمینه سیاسی پیرامون استفاده از آن، اهمیت زیادی دارد. موشک اورشنیک که به عنوان یک موشک بالستیک میانبر طبقه بندی می شود، توانایی حمل حداکثر 6 کلاهک مستقل را دارد. این قابلیت به آن اجازه می دهد تا منطقه وسیع‌تری را تحت تأثیر قرار دهد و ارزش استراتژیک آن را افزایش دهد. بارد این موشک بسیار فراتر از مرزهای اوکراین است و به اهدافی در عمق اروپا می رسد. همین ویژگی به تنهایی بحث‌هایی را در مورد کاربرد بالغو آن و پیامی که به متحدان ناتو می‌فرستد برانگیخته است. حمله شبیه سازی شده که در 21 نوامبر در سایسن انجام شد، شهر دونیپرو اوکراین را هدف قرار داد. موشک اورشنیک که از تأسیسات کاپوستین یار واقع در حدود 800 کیلومتری هدف پرتاب شد، یک مسیر منحنی را دنبال کرد. این مسیر پرواز که به ارتفاعات بالاتری می‌رسد، منجر به زمان پرواز تقریبی 15 دقیقه شد. در حالی که برخورد موشک خسارت فیزیکی محدودی ایجاد کرد، تأثیر روانی آن بر مردم اوکراین قابل توجه بود. استفاده از مهمات فرعی که برای پراکنده شدن در یک منطقه وسیع هنگام ورود مجدد طراحی شده‌اند، نشان دهنده قصد به حداکثر رساندن تأثیر روانی به جای وارد کردن تلفات جانی گسترده است. این تاکتیک اگرچه کمتر از اصابت مستقیم با تمام کلاهک‌ها مخرب است، اما ماهیت پیچیده جنگ مدرن را برجسته می‌کند. این شبیه سازی به عنوان یادآوری واضحی از قابلیت‌های نظامی روسیه و تمایل آن برای استفاده از آنها در این درگیری بود. حمله شبیه سازی شده موشک اورشنیک توجه قابل توجهی از کارشناسان و تحلیلگران نظامی در سراسر جهان را به خود جلب کرده است. جفری لوئیس، کارشناس مشهور منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به سرعت مافوق سوت موشک اشاره می‌کند و در این حال بر آسیب پذیری آن در برابر سیستم‌های دفاع موشکی موجود تأکید می‌کند. ویلیام آلبرگ، دیگر صدای برجسته در این زمینه، خطر تفسیر نادرست را به ویژه با توجه به قابلیت‌های پیشرفته موشک و تنش‌های فزاینده بین روسیه و ناتو برجسته می‌کند. احتمال محاسبه اشتباه در چنین محیط بی‌ثباتی را نمی‌توان نادیده گرفت. استفاده از یک سیستم تسلیحاتی پیچیده مانند اورشنیک، حتی در یک حمله شبیه سازی شده، نگرانی‌هایی را در مورد تشدید درگیری ایجاد می‌کند. جامعه بین‌المللی در حالت آماده باش کامل است و از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و از همه طرف‌ها می‌خواهد که خویشتن‌داری کنند. حمله شبیه سازی شده موشک اورشنیک را نمی‌توان به صورت جداگانه بررسی کرد. این حمله در پس زمینه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی که با دخالت روسیه در انتخابات منطقه‌ای، درگیری‌های مداوم در سوریه و شکاف عمیق‌تر بین روسیه و غرب مشخص می‌شود، رخ می‌دهد. ابطال اخیر انتخابات ریاست جمهوری رومانی که به دخالت ادعایی روسیه نسبت داده می‌شود، نمونه دیگری از این روند است. این حمله که اندکی پس از این رویدادها رخ داد، به طور گسترده به عنوان یک حرکت حساب شده از سوی روسیه برای اثبات تسلط خود و جلوگیری از دخالت بیشتر غرب در منطقه تلقی می شود. ادعاهای اخیر کرملین مبنی بر بازپسگیری کنترل منطقه کورسک همراه با کنفرانس خبری پیشروی پوتین نشان دهنده تلاش هماهنگ برای شکل دادن به روایت و نمایش تصویری از قدرت است. جامعه بین‌المللی با یک مقطع حساس روبرو است و در حال پیمایش شبکه پیچیده‌ای از اتحادها، رقابت‌ها و تهدید همیشگی، تشدید بیشتر درگیری است.